سلام به همه و خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. امروز اومدم که بهتون یه کتاب دیگه معرفی کنم و امیدوارم دوستش داشته باشید و بخونیدش. پس اگه آماده اید بزنید بریم. کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم و خودم به تازگی تموم کردم و در واقع یک نوع نمایشنامه به حساب میاد، نه یه اثر داستانی، و به همین دلیلم سبک نگارشش یه مقدار با رمان و داستان متفاوته و سبک نمایشنامه‌ای خودش رو داره. دیالوگ محورتره و توضیحش در مورد جزئیات خیلی سطحیه، توصیفی نیست و خیلی سریع از همه چیز پیش میره. نمایشنامه‌ای که امروز داریم باغ وحش شیشه‌ای از آقای تنسی ویلیامزه. تنسی ویلیامز یه نمایشنامه نویسه و کلا کتاب و اینا هم نوشته و از روی نمایشنامه ها و کتابایی که نوشته بیشتر فیلم‌های سینمایی و نمایش‌ها و تئاترای زیادی ساخته شده. باغ وحش شیشه‌ای هم یکی از آثار ایشونه که من به تازگی خوندمش و الان اومدم که بهتون نظرمو بگم. توی خلاصه‌ای که پشت کتاب هست در مورد باغ وحش شیشه‌ای اینجوری نوشته: تنسی ویلیامز بدون شک یکی از برجسته‌ترین و ممتازترین درام‌نویسان معاصر جهان و باغ وحش شیشه‌ای نمونه درخشان آثار اوست. وقتی باغ وحش شیشه‌ای رو می‌خونید کاملاً با تمام وجود حس می‌کنید که شاهد برشی از زندگی واقعی هستید. این نمایشنامه ماشینیزه شدن و سنگینی آوار تکنولوژی بر غریزه‌های انسانی را به درستی و در این حال بسیار روانشناسانه نشان می‌دهد. تزلزل و فروپاشی خانواده، فقر، ترس، اضطراب انسان‌ها و پناه بردن به رویاهایی که دیگر نیستند از خصوصیات بارز نمایشنامه‌های اوست. و باغ وحش شیشه‌ای نمونه بزرگ از فروپاشی یک جامعه نه تنها در آمریکا که در هر جای جهان است، زیرا که ویلیامز آن را با همه وجودش لمس کرده است. این رو حمید سمندریان در واقع مترجم این کتاب نوشته بود و ضمیمه کتاب کرده بود. حالا بریم سراغ این که خود این نمایشنامه اصلا چی و چی میخواد و خلاصش رو بهتون بگم. نمایشنامه باغ وحش شیشه‌ای در مورد یک خانواده در عصر فروپاشی اقتصادی آمریکاست. این خانواده که در واقع از یک دختر، یک پسر و مادر خانواده تشکیل شدن، 3 نفری زندگی میکنن. پدر خانواده چند سال پیش فرار کرده و خانواده رو ترک کرده و علت این فرار هم یکی از دلایل اصلیش همین فروپاشی اقتصادی بوده که خب خیلی از سرپرست‌های خانواده دیگه توانایی تامین نیازهای خانواده‌شون رو نداشتن. در واقع هدف نویسنده تو کتاب نشون دادن همین فروپاشی اقتصادی و تاثیرش بر زندگی آدم‌هاست و باغ وحش شیشه‌ای هم راه فرار آدم‌ها از این فروپاشی‌ها توی زندگیشونه. الان بهتون که توضیح بدم بیشتر متوجه میشین. مثلا خانواده تام داره تمام داستان رو نقل میکنه و از حال خودش که حالا مثلا حدوداً 20 خورده سال بعد از اتفاقایی که تو کتاب داره نقل میشه شروع میکنه، داره توضیح میده روی یک صحنه‌ای به بقیه اتفاقایی که 20 و چند سال پیش واسه خودش و خانواده‌اش افتاده رو. داستان از اونجایی شروع میشه که تام توی یک انبار میکنه، اونجا حالا توی تولید کفش و اینا کمک میکنه واسه اینکه بتونه خرج خانواده‌اش یعنی خواهرش و مادرش رو تقبل کنه. اما تام اصلا از اینکه توی اون انبار کفش کار کنه خوشش نمیاد و دوست داره بره تو سینما کار کنه، بره سمت کارهای هنری، شعر مینویسه و کلا اصلا توی فاز این نیستش که من بخوام مثلا به عنوان یک کارگر توی یک انباری کار کنم و واسه همین از زندگی خودش ناراضیه و اصلا دوست نداره که خرج مادر و خواهرش رو بده و دوست داره بره سمت زندگی خودش و از اون شهر به طور کلی بره و مادر و خواهرش رو ترک کنه. مادر تام زنیه که توی جوونیش زیبا بوده، خواستگارای زیادی داشته، اما بین اون خواستگارای زیاد و پولدار و خانواده حالا اشرافی خودش پدر تام انتخاب میکنه که حالا از جایی به بعد اونو ترک میکنه و مادر خانواده توی گذشته خودش گیر کرده و باغ وحش شیشه‌ای مادر خانواده اینه که خاطرات گذشته‌اش رو یادآوری کنه. مثلا به اینکه من در گذشته خیلی زیبا بودم، من در گذشته لباسهای خیلی خوبی میپوشیدم، من خدمتکار داشتم، زندگی اشرافی داشتم، خواستگارای خوبی داشتم. باغ وحش شیشه‌ای خواهر تام در واقع خود باغ وحش شیشه‌ای اصلی داستانه و میشه گفتش که اسم کتاب از خواهر تام گرفته شده. خواهر تام که اسمش لورا هست، یکی از سرگرمیاش اینه که یک سری عروسک‌های شیشه‌ای درست میکنه، یعنی یک سری حیوانات شیشه‌ای درست میکنه و اونا رو به عنوان یک سرگرمی و راهی برای فرار از این دنیا واسه خودش انتخاب کرده. در واقع دلیلی که خواهر تام سر کار نمیره، توی خونه است و بیشتر اوقات مشغول همین باغ وحش شیشه‌ای و سرگرمی‌های خودشه، اینه که خواهر تام یکی از پاهاش مشکل داره و لنگ میزنه و اعتماد به نفس بودن توی اجتماع رو نداره. از طرفی اینقدر به خودش اعتماد نداره که بخواد وارد اجتماع شه، هدف خاصی نداره و تنها هدفش توی زندگی همون باغ وحش شیشه‌ایه که سرگرمی شخصیشه. برای همین مادر تام که میبینه خواهر تام حتی هایی که میتونه باعث پیشرفتش بشه خودش رو دور میکنه و نمیخواد توی اجتماع حضور داشته باشه، از تام خواهش میکنه که از بین دوستاش یه نفر رو انتخاب کنه و واسه شام به خونه دعوت کنه تا شاید یکی بالاخره با خواهر تام آشنا بشه و این باعث میشه خواهر تام ازدواج کنه، چون که مادر تام به این مطمئن بوده که تام یه روزی میذاره و از اون شهر میره و اونا رو رها میکنه. حس میکنه دخترش به کسی نیاز داره که توی زندگی حامیش باشه وقتی که برادر و پدری نداره و این به خاطر اینه که خودش نمیتونه توی اجتماع حضور داشته باشه و اعتماد به نفسش نداره و تواناییشو نداره. داستان
در واقع همون شبیه که دوست تام برای ملاقات با خواهرش به اصطلاح وارد خونه اینا میشه، یک شامی تدارک میبینن خانواده اینها و یک سری گفتگوهای صورت میگیره و در نهایت برداشت پایانی داستان. نمایشنامه جوری نیستش که کسی که رمان میخونه دوست داشته باشه حتما بخونتش. سبک نمایشنامه خوندن خیلی متفاوت از سبک رمان خوندن، داستان خوندن و کتاب‌های دیگه است. واسه همین اگه نمایشنامه خون نیستید بهتون پیشنهاد نمی‌کنم بخونیدش. من خودم زیاد آدم نمایشنامه خونی نیستم و توی زندگیم شاید کمتر از 10 تا نمایشنامه خوندم. واسه همین نمیتونم خیلی تخصصی در مورد نمایشنامه‌ها نظر بدم. ولی یه چیزی که برای من جالب بود نسبت به نمایشنامه‌های دیگه‌ای که قبلا خونده بودم، نمایشنامه‌ای که الان داشتم میخوندم، یعنی همین باغ وحش شیشه‌ای، هر سکانس و هر صحنه‌ای که در واقع بعد روی صحنه نمایش اجرا میشد رو اول توصیف می‌کرد. مثلا میگفت اینجا مبله، اینجا صندلیه، اینجا این حسو داشت، اونجا اون کار کردن، این رنگیه. و نمایشنامه‌های دیگه‌ای که من قبلا خونده بودم بیشتر میرفت سراغ دیالوگا و نهایتاً میگفت صحنه اول، صحنه دوم، پرده اول، پرده دوم. واضح نمی‌اومد این مسائل ریز و توضیح بده اول هر صحنه و هر پرده. برای همین خب این یکی از مزیت‌های این نمایشنامه بود. نمایشنامه‌اش خیلی کوتاه. اکثر نمایشنامه‌ها کوتاهن چون دیالوگ محورن و خیلی وارد جزئیات نمیشن و 87 صفحه است. من خودم این کتابو 27000 تومان خریدم. اگه شما هم حالا می‌خواید بخریدش و امتحان کنید نمایشنامه خوندن یا حالا کلا داستانش براتون جالب اومد، قیمتش هم اینطوریه و به نظر مناسبه. چیزی که من خودم تازه فهمیدم در واقع اینه که از روی این کتاب 2 تا فیلم هم ساخته شده، 2 تا فیلم سینمایی که هر دو تاشون واسه قبل از سال 1990 میلادی هستن. برای همین اگه فیلم‌های کلاسیک و قدیمی دوست دارین و حوصله خود نمایشنامه رو ندارید شاید بخواید اونو ببینید. من خودم هنوز ندیدمشون، واسه همین نمیدونم که چقدر درستن، غلطن نسبت به نمایش و چقدر خوبن یا نه. واسه همین فعلا نظری نمیدم، ولی خودم میخوام فیلمشو ببینم. بعد از اینکه دیدم توی بخش کامنت ها یه نظر در مورد فیلمش مینویسم به صورت کوتاه و پین میکنم که بعدن که دارین این ویدیو رو میبینید بتونید بخونیدش. هدف کلی نمایشنامه از ابتدا تا انتهای اون نشون دهنده اینه که چه وضعیتی بر جامعه آمریکایی در اون زمان که حالا دوره رکود اقتصادیش بوده حاکم بوده و این چه تاثیر بر زندگی یک خانواده میتونه بذاره. اینکه پدر خانواده فرار میکنه، اونها رو ترک میکنه، پسر خانواده از وضعیت زندگیش ناراضیه، دختر خانواده توانایی حضور در اجتماع و کار کردن رو نداره، مادر خانواده واسه فرار از زندگی بد کنونیش به گذشتهش پناه میبره. و در واقع اسم کتاب نشون دهنده اینه که موضوع کتاب پشتیبان چه چیزیه. اولش که اسم باغ وحش شیشه‌ای رو خوندم فکر می‌کردم در واقع میخواد در مورد حالا فلسفه زیستن انسان‌ها صحبت کنه و این که حالا مثل باغ وحش شیشه‌ای ما داریم زندگی می‌کنیم. اما بعدش متوجه شدم که منظور نویسنده از این باغ وحش شیشه‌ای که هر کدوم از ما یک چیزی رو واسه پناه بردن توی شرایط سختمون، توی روزهای سختمون، توی روزهای بدمون انتخاب می‌کنیم. واسه شخصیت لورا خواهر تام اون چیز باغ وحش شیشه‌ایش بوده که حالا عروسک‌ها و حیوانات شیشه‌ای بوده که خودش درست می‌کرده. واسه تام اون چیزی که بهش پناه می‌برد سینما و شعر و شاعری بوده. واسه مادرش گذشته‌اش بوده. واسه یکی دیگه از شخصیت‌های کتاب که حالا همون پسریه که وارد داستان میشه اون چیزی که بهش پناه میبره عشق بوده. و در واقع هر کدوم از ما به یک باغ وحش شیشه‌ای که گاهی واسه روزهای سختمون نیاز داریم، مخصوصا وقتی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی جامعه دچار مشکل میشه و فروپاشی میشه، مثل وضعیتی که آمریکا تو اون زمان داشته و نویسنده قصدش نشونش بده. و میخواد اینو بگه که ما اگه اون چیزو نداشته باشیم، اگه اون باغ وحش شیشه‌ای تو زندگی ما نباشه، نمیتونیم دووم بیاریم. هر کدوم از ما به یک چیزی نیاز داریم که بهش چنگ بزنیم تا خودمون رو حفظ کنیم توی این زندگی و باقی بمونیم. به خودمون این امیدو بدیم که هنوز یک چیزی واسه زیستن داریم، یک دلیلی و یک امیدی داریم که بتونیم ادامه بدیم. و اون باغ وحش شیشه‌ای دقیقاً همون امیده، همون چیزیه که شخصیت‌های داستان بهش چنگ می‌زدن تا خودشون رو توی زندگی نگه دارن و حداقل حفظ کنن و بتونن یه ذره هم که شده ادامه بدن. توی نقدهایی که بر داستان بوده خیلی خوندم که میگفتن این کتاب بر پایه فرار نوشته شده، فرار کردن از هر چیزی. اولش با فرار پدر خانواده، بعدم با فرارهای دیگه‌ای که توی کتاب میخونید اگه حالا بخونیدش. و به نظر من درست میگه، این کتاب بر پایه فرار از اتفاقهای بدی که دور ما رخ میده. و اون باغ وحش شیشه‌ای داشتن و امید داشتن هم یه مدلی از فراره. به هر حال این بود داستان این نمایشنامه. من به این نمایشنامه از 10 به نظر خودم 5.5 میدم. آره، به خاطر اینکه به نظرم میتونست بهتر از اینم بیان کنه چیزایی که میخواست و میتونست سرگرم کننده تر باشه، پایان بندی بهتری از اون چیزی که من دیدم داشته باشه. میدونم که هدف نویسنده چی بود و میخواست چی رو به ما برسونه، اما فقط رسوندن هدفش کافی نیست توی یک حالا کتابی که ما میخوایم بخونیم به هر صورت. به خاطر همین بهش 5.5 میدم. این دلیل بر بد بودنش نیست، دلیل بر اینه که سلیقه شخصی من نمیتونست
خیلی ارتباط بگیره با این سبک از کتاب، ولی به طور کلی موضوع کتاب خیلی جالب بود و اون 5.5 مثلا بیشتر به خاطر موضوع کتاب به کتاب دادم. خلاصه اینم از معرفی امروزمون. امیدوارم که این کتاب رو دوست داشته باشید. اگه هم دوست نداشتید عیبی نداره، ما مجبور نیستیم هر چیزی رو که میخونیم دوست داشته باشیم، هیچ اجباری واسه ما وجود نداره. ولی به هر حال این جالبه که ما بیایم سبک‌های مختلف رو واسه خوندن امتحان کنیم و برداشت‌های آدمای مختلف رو نسبت به موضوعات مختلف ببینیم و بشنویم. به هر حال طرفدارش هستید بخونیدش، طرفدارش نیستید به نظرم نرید سراغش که نخوره تو ذوقتون. من تا فکر نکنم توی کانال نمایشنامه معرفی کرده باشم، اگه معرفی کردم یادم نمیاد. پس فکر کنم اولین نمایشنامه‌ای که معرفی کردم. چند تا بخش از کتابو که خودم برام جالب بود رو براتون میخونم، در واقع اون بخشایی که زیرش رو خودم خط کشیدم. این ساختمان یکی از آن بناهایی است که معمولاً در نقاط پرجمعیت اطراف شهرها، یعنی جاهایی که قشر فقیر اجتماع زندگی می‌کنند، مثل قارچ به سرعت رشد می‌کند و ساکنین آن قوی‌ترین نیروی نهفته جامعه آمریکا را تشکیل می‌دهند. آنها مثل ماشین کار می‌کنند و عمر خود را به پایان می‌برند. جای دیگه‌ای دوباره به همین موضوع اشاره کرده. ساکنین این ساختمان‌ها قوی‌ترین نیروی نهفته جامعه شناسی آمریکایی رو تشکیل میدن. اونا آدمک‌های بی‌اراده و ماشینی هستن که برای اینکه زندگیشون به پایان برسه کار میکنن. یکی از بخشایی که خودم دوستش داشتم این تیکه بود از گفتگوی جیم و تام. جیم همون دوست تامه. تام یه جایی میگه که از سینمام دیگه خسته شدم، چون که همیشه میرفت سینما. جیم میگه سینما؟ تام میگه آره سینما. قهرمانای سینما که زندگیشون پر از ماجراست، اونا توی ماجرا غلط میزنن و هر چی هست توی خودشون فرو میبرن. مردم به جای اینکه خودشون بجنبن و حرکتی بکنن میرن عکس‌های متحرک تماشا میکنن. آدمای هالیوود حق دارن که به جای همه مردم آمریکا ماجراجویی کنن و تمام مردم آمریکا باید توی یه اتاق تاریک بشینن و تماشا کنن. اون وقت باید جنگی شروع بشه تا توی زندگی همه مردم حادثه به وجود بیاد. اون وقت نه تنها کلارک گیبل که همه مردم از این بلا سهم میبرن، مردم از سالن تاریک سینما بیرون میان و خودشون توی بازی‌ها شرکت میکنن. این خیلی عالیه. بعد نوبت ما میشه که ما هم باید به ساوت آیلند بریم. وقت تقسیممون میکنن، ما توی جنگل فرار میکنیم. اما من دیگه حوصله ندارم، نمیتونم تا اون موقع صبر کنم. از نگاه کردن خسته شدم، حوصله‌ام سر رفته. حالا میخوام خودم راه بیفتم و حرکت کنم. جیم میگه راه بیفتی؟ تام آره. جیم کی؟ تام خیلی زود. جیم کجا میخوای بری؟ تام تو گفتی باید بیدار شم. میدونم ظاهرا اینجوریه که من فقط خیال بافی میکنم و خواب میبینم، اما توی باطنم از شدت بیداری دیوونه میشم. من هر وقت کفشامو پام میکنم فکر میکنم که زندگی چقدر کوتاه و من چطوری دارم اونو بی خودی تلف میکنم. اون وقت بدنم میلرزه. آدم اگه نخواد به این مسافرت طولانی بره دیگه کفش پوشیدن چه فایده‌ای داره؟ اینم بود یه بخشی از گفتگوهای شخصیت‌های این داستان. بازم اگه شما خودتون نظری دارید، اگه تنسی ویلیامز رو میشناسید، از آثار دیگه‌اش برام پیشنهادی دارید، اگه کلا نمایشنامه زیاد خوندید و بهم نصیحتی دارید که بکنید در مورد نمایشنامه خوندن، من منتظر شنیدن نظرات شما هستم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب و هر چیز دیگه‌ای که لازمه یادتون نره. بازم مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه من بودید. تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه طبق معمول. خدا نگهدار.